سلام، صبح بخیر خدمت همه رفقا. آخه الهی به امید تو. ساعت تازه 11:30 صبح. امروز بنزین نداره. امروز روز شنبه هست. شنبه ما همیشه کار میکنیم. امروز روز فورس آف جولای هستش. روز مهمیه تو آمریکا. روز استقلال آمریکا هستش. I'm so proud که اینجا هستم و متعلق به این کشور هستم و این کشور به ما خیلی لطف کرد. امروز روز خیلی مهمیه و ما امروز گاییدی دیگه. خارکسه دیدم. کور که نیستم، کون کشک دیگه. نه کورم باشم کر که دیگه نیستم که خدا همه رو شفا بده. بابا جان ای بابا صحبت چی بود؟ هیچی. آره بعد دیگه امروز همه جا تعطیله تو آمریکا. همه جا تعطیله. هم دیگه عرض به خدمت شما دارم میرم یه آووکادو میخواستم بخرم. رفتم اوردر بدم بیاد خونه. دیدم خارکوسه خدا رو خوش نمیاد. یه دونه آووکادو رو ما زنگ بزنیم بخواد بیارن. گفتم وایسان این کارا رو نکن. یاد مردم باش. توی خیابان همین آمریکایی‌ها توی این خیابان الان گرفتارن. هیچی دیگه. الان دارم میرم یه آووکادو بگیرم و برگردم بیام خونه بخوابم. هر شبم ساعت 8-9 شب خوابم. بیرون داشتی چه خبره؟ هیچی نیست جز درد سر. تو وقتی 8 شب بخوابی 4-5 صبح بیدارشی چی تو رو تهدید میتونه بکنه؟ فقط دستشویی که نصف شب بیدارشی. همین. اون ساعتی که من میخوابم همه تازه دارم میرم بیرون مست بکنن و میزان بشن و حال بکنن. اون ساعت هم که من دارم بیدار میشم راز و نیاز بکنم که برم دنبال زندگی خودم. اینا تازه آمدن خانه میخوام پیتزا اوردر بدن و برگر اوردر بدن و بعد این ببینم شب تو اتاق پیش اون میاد و اون پیش این میره. گرفتی چی شد؟ یه زندگی خیلی ساده برای خودم جفت و جور کردم و دنبال همینم بودم. نه بالاتر نه پایینتر نه شلوغ. خارتو چراغ گاییدم کسکش. چرا خوابی مگه خارکسه؟ همین فوشو میخواستی فقط که اون گوشاد 2 ساعته مادیم بروی خودمون داریم صحبت میپیچونیم. یه تخت خواب اونجوری شد شاش کردیم فلان کردیم. خارکسه رید تو رشته کلام. خارتو سرنگ گاییدم با این تر دادن چراغت. پرچم رو بگیرین. شیرکت پرچم رو برو بیا. خارکسه این همه کوچه زرد اومدیم تو بنبست دیوس. آرکوسه خونه انور سادات و رجاله های منطقه باشه. چی رو اعدام کردن؟ چی خارکسه؟ تابه؟ وای عروسک رو نگاه اینجا پارکه. وی اینه باید از این رو خرید. مثلا علکی من خیلی مثلا کلاسیک بازم. این داج 932 این فقط 7 تاتونه دو دنیا هست. کس شر علکی. بریم با خونه مردم داریم چی به ملت نشون میدیم. خونه زندگی مردم بچه ها باشه دیگه. آره کار نریم فعلا. کارم نری با من مشخصه. آره من رفتم.